یه مراجعه کننده‌ای داشتم، خانم گله میکرد که همسرم به این محبت نمیکنه. آقا میگفت که خانم من از 24 ساعت شبانه روز کلشو داره در حال ناز آوردنه. صحبت کردیم دیدیم حق با آقاست. واقعا این خانم دائما توقع داشت که همسرش حواسش بهش باشه و محبت کنه بهش. ببینید خانم محترم، ناز آوردن حق یه خانم، زیبنده یه خانمه. ناز کشیدن وظیفه یه آقاست، ولی اگر به صورت معمول باشه کاملا این عاشقانه است. آقایون دلشون میخواد که این کار رو انجام بدن، عاشقانه هم انجام بدن. اگر دوزش یکم بره بالاتر دیگه از حالت عاشقانه خارج میشه و از سر وظیفه این کارو میکنه. خیلی وقتا بوده همین زندگی رو خراب کرده. پس ناز بیارید، خوبم ناز بیارید. آقایون هم باید نازتون رو بکشن، ولی هوای آقایون رو هم داشته باشید. بذارید این ارتباط عاشقانه باشه، نه از سر وظیفه.